یه سوال، شما هم وقتی میاد خونه مادر بزرگتون شما خیلی راحتید اونجا، حتی از خونه خودتون راحت‌تر؟ من وقتی میام خونه مادر بزرگم هیچ کسیش کاری بهم نداره، هر کار دلم بخواد میتونم بکنم. حتی مامان بزرگم هم دفاع میکنه چه برسه بخواد بهم دوام بکنه. مامانم حتی بخواد به دوام بکنه مامان بزرگم هم دفاع میکنه. شما هم اینجورید؟ مثلا اونجا میرید در یخچال باز میکنی، هرچی دلت میخواد برمی‌داری میخوری. بعد مثلا گوشنته مامان بزرگ چی داریم؟ علیرم باری در یخچال باز کن، هرچی هستش میتونی برداری بخور. خیلی خوبه. اونجا میری در یخچال باز میکنی، واه، همه چی هم هست توش. اینجاش عجیبه، خالا همه چی میخرن اونجا هست و تو برمیداری میخوری به جای مامان بزرگت. از اون برم هر موقع هم یه خوراکی دلت خواستش که نبود توی خونه بهت پول میدن بری خودت بخری. دیگه از این چی بهتره؟ یه افتخار همه مادر بزرگا، لایک و کامنت قلب افتخارشون بزنن.